سلام. خب یه خبر خیلی مهم از سایپا داریم. بعد از کلی انتظار به نظر میرسه که مگا موتور، یعنی همون بخش موتورسازی سایپا، بالاخره یه تکونی به خودش داده و از نسل جدید موتورهاش رونمایی کرده. حالا سوال اصلی اینه، آیا این همون اتفاق بزرگیه که همه ما سالها منتظرش بودیم؟ بیاین با هم یه نگاهی بندازیم و ببینیم داستان چیه. خب بریم سر اصل مطلب. سوالی که ذهن هممون رو درگیر کرده اینه: آیا سایپا بالاخره صاحب یه موتور درست و حسابی و قدرتمند شده؟ ستاره این ماجرا یه موتور کاملا جدیده که برای کراسوور آریا در نظر گرفته شده. پس بیاین ببینیم این قلب جدیدی که برای آریا گذاشتن واقعا قوی میتپه یا نه. خیلی خوب، بخش اول رو با مشخصات این قلب جدید شروع می‌کنیم. می‌خوایم ببینیم این موتور 2 لیتریه که قراره زیر کاپوت سایپا آریا قرار بگیره چی تو چنته داره. اولین چیزی که چش آدمو میگیره حجم موتوره، 2000 سی سی. میدونید که تو بازار ما عدد 2000 یه جورایی یعنی قدرت. یعنی موتور همین اول کار سایپا آریا رو مستقیم میفرسته به میدون رقابت با کراسوورهای مطرح و محبوب بازار. و اینجا داستان جالب میشه. تو دوره‌ای که تقریباً همه دارن میرن به سمت موتورهای توربو، سایپا یه تصمیم عجیب گرفته و یه موتور تنفس طبیعی رو انتخاب کرده. یعنی خبری از توربو شارژر نیست. تازه سیستم سوخت رسانیش هم از نوع پورت یا همون PFI هست که یه تکنولوژی قدیمی‌تر و ساده‌تره. این یعنی سایپا عمدن یه راه دیگه رفته. انگار پیچیدگی رو فدای یه چیز مهمتر کرده که جلوتر میفهمیم چی بوده. اما نکته‌ای که واقعاً آدم رو به فکر فرو میبره اینجاست. ببینید این موتور پتانسیل تولید حدود 160 اسب بخار قدرت و 192 نیوتن متر گشتاور رو داره، خیلی هم خوبه. اما سایپا روی آریا این قدرت رو به حدود 140 اسب بخار و 180 نیوتن متر محدود کرده. سوال اینه که چرا یه شرکت باید بیاد و عمدن قدرت موتور خودش رو کاهش بده؟ جواب این سوال ما رو میبره به بخش بعدی. جواب اون سوال عجیب توی همین عنوان خلاصه شده: دوام. سایپا یه معامله خیلی حساب شده کرده. قدرت رو یکم فدا کرده تا یه چیز با ارزش‌تر به دست بیاره، عمر طولانی‌تر. خب حالا بیایم عمیق‌تر به این موضوع نگاه کنیم. چرا مگا موتور همچین کاری کرده؟ چرا قدرت رو محدود کرده؟ راستش جوابش فقط یه دلیل فنی ساده نیست. این تصمیم کاملا ریشه در واقعیت‌های بازار و شرایط خاص خودروسواری توی ایران داره. ببینید دلایلشون کاملا منطقیه. اول از همه بحث کیفیت بنزین تو ایرانه. همه میدونیم که بنزین ما داستان داره. یه موتور خیلی حساس و پرقدرت با این بنزین‌ها اذیت میشه. دلیل دوم این بوده که عمر موتور رو تا جای ممکن بالا ببرن. و سومین نکته که شاید از همه مهمتره، تقاضای خود بازاره. برای خیلی از ما ایرانی‌ها یه موتور که سالها مثل ساعت کار کنه و خرج نتراشه خیلی با ارزش‌تر از چند اسب بخار قدرته. به این کاری که کردن میگن کالیبراسیون محافظه‌کارانه، یعنی موتور رو برای حداکثر اطمینان و دوام تنظیم کردن، نه برای حداکثر قدرت. این حرف من نیستا، خود مدیر طراحی مگا موتورم دقیقاً همینو میگه. میگه نیاز مشتری ایرانی به یک قوای محرکه تأکید زیادی بر دوام دارد. این یعنی چی؟ یعنی اونا به صدای بازار گوش کردن و فهمیدن که مردم یه موتور جون سخت میخوان که به این راحتی‌ها خراب نشه. دوام اولویت اول بوده. این تفکر ساختن برای دوام فقط تو تنظیمات کامپیوتری موتور نیست. تو خود قطعات سخت افزاری هم کاملا مشخصه. مثلا بلوک موتور از چدن ساخته شده. درسته که سنگین تره ولی در عوض خیلی مقاوم تره، به خصوص برای شرایط آب و هوای مختلف ایران عالیه. یا همون سیستم سوخت رسانی PFI که گفتیم ساده تره، حساسیتش به کیفیت بنزین خیلی کمتر از سیستم‌های جدید GDI هست. حتی واشر سرسیلندر رو هم فلزی گذاشتن که عمرش خیلی بیشتر باشه. یعنی تک تک قطعات با وسواس و با فکر دوام انتخاب شدن. خب تا اینجا فهمیدیم که این موتور با فکر دوام ساخته شده. اما جالبه بدونید که این طراحی از 0 تا 100 مال خود سایپا نیست. ریشه های این موتور برمیگرده به یه اسم خیلی بزرگ و معتبر تو دنیای خودرو، میتسوبیشی. حالا بیایم ببینیم این ارتباط از کجا میاد. اصل و اساس این موتور از خانواده موتورهای خیلی معروف و قابل اعتماد 2 لیتری میتسوبیشی گرفته شده. اما مهمه که بدونیم این یک کپی برداری ساده نیست.
این پلتفرم توسط یک شرکت مهندسی به اسم DAE توسعه داده شده و کلی بروزرسانی روش انجام شده تا به چیزی که امروز می‌بینیم برسه. پس میشه گفت اسکلت اصلی موتور از میتسوبیشی اومده، ولی مگا موتور روش کلی کار کرده و تغییرات مهمی داده. مثلا سیستم EGR رو بهش اضافه کردن که برای کاهش آلودگی خیلی مهمه. ساختار سرسیلند فرق کرده و حتی کانال‌های آب داخل موتور رو هم اصلاح کردن تا سیستم خنک کننده بهتر کار کنه. اینا تغییرات جزئی نیستن. اینا کارهاییه که یه موتور قدیمی‌تر رو برای استانداردها و شرایط امروزی آماده میکنه. خیلی خوب. حالا میرسیم به سوالی که مطمئنم تو ذهن خیلیاتون هست. سوال داغ این روزها. پس تکلیف شاهین چی میشه؟ آخه همه میدونیم که بزرگترین پاشنه آشیل شاهین موتورشه. خب سوال منطقی اینه. چرا سایپا نمیاد همین موتور 2 لیتری جدید و سرحال رو بذاره روی شاهین و این ماشین رو تبدیل به یک گزینه بی‌رقیب تو بازار بکنه؟ جوابی که مدیر مگا موتور به این سوال داده خیلی جالبه. یه جورایی هم هیجان انگیزه هم مرموز. گفته برای شاهین برنامه‌های غافلگیر کننده‌ای در راه هست. این یعنی چی؟ یعنی قراره یه فیسلیفت با یه موتور جدید بیاد یا شاید یه موتور توربوی کاملا متفاوت در کاره؟ فعلا که چیزی مشخص نیست و باید منتظر بمونیم ببینیم این سورپرایز سایپا چیه. اما قضیه فقط موتور 2 لیتری آریا نیست. این رونمایی انگار فقط یه قطعه از پازل بزرگتریه که سایپا برای آینده محصولاتش چیده. یه بحثی که همیشه داغه بحث گیربکس دستیه. چرا این موتور قوی با گیربکس دستی عرضه نمیشه؟ خب 3 تا دیدگاه وجود داره. از نظر سایپا، کسی که برای ماشینی مثل آریا پول میده دنبال راحتی گیربکس اتوماتیکه. از طرف دیگه عشق ماشین‌ها و علاقه‌مندان به رانندگی میگن اگه یه نسخه دستی از این ماشین وجود داشت میتونست یه ماشین فوق‌العاده جذاب و هیجان انگیز از آب در بیاد. اما در نهایت واقعیت تولید حرف آخر رو میزنه. احتمالاً تولید یه نسخه دندانی با تیراژ پایین از نظر اقتصادی برای شرکت به صرفه نیست. و یه خبر خوب دیگه هم هست که برای ماشین‌های ارزون‌تر سایپا مهمه. بالاخره بعد از کلی انتظار نسخه 16 سوپاپ همون موتور معروف تیبا و شاهین هم آماده شده. قراره این موتور جدید رو روی ماشین‌هایی مثل اطلس و سهند ببینیم. این چی رو نشون میده؟ یه استراتژی 2 طرفه و هوشمندانه. از یه طرف دارن موتور کاملا جدید مثل موتور آریا تولید میکنن، از طرف دیگه هم دارن موتورهای قدیمی‌تر رو بروز و کارآمدتر میکنن. و در نهایت همه اینها ما رو به یه سوال بزرگ میرسونه. به نظر میرسه سایپا با این موتورها داره یه پیام واضح میده. تو شرایط فعلی ایران دوام و اطمینان از قدرت خام مهمتره. حالا سوال اینه، آیا این همرویکرد منطقی و عملگرایانه میتونه یه استاندارد جدید تو صنعت خودروسازی ما ایجاد کنه و اعتماد از دست رفته مشتری‌ها رو برگردونه؟ جوابی که فقط آینده میتونه بهش بده.